زنی دویم شدم. زنی دویم شدن گناه است و باز من چند برابر حق دارم؟ اقلا 50% حق دارم، لیکن مرا از این ده کمتر نگاه میکند، لیکن خیلی بدولت میباشد، لیکن من شوهرم رو خیلی حرمت میکنم. خب قدمم رو به اجازت او بیرون نمیمونم، میبخشید ای بس تو، لیکن من ضرور شدم. گوید که خانه‌داری کردن بین زن یکم و دویم برابر است یا نه؟ خب التماس با این سوالی من جواب گردونید. ولی این هم یک درد است دادار عزیز، این مسئله زن دویم و زن سیم گرفتنم که بسیاری از برادرای ما که خدا برکتشان تیاد، مثال به این اراده و به این مقصد غیرتایی که میخواهند زن دویم گیرند، زن سیم گیرند، خب خوب نیک، ولی رعایت کردن، مثلا وقتی یک ماه یا نیم ماهی که با این زن شما داد و گریفت میکنین و به همه دیگر او را فراموش کردن، البته به البته شما در پیشگاه خداوند گناهکار میشوید. آدم وقتی که اراده میکنه زن دویم میگیرم یا زن سیم میگیرم، اول پیش از مثال گرفتن شما جا و شرایط و کسا آماده کنید برای یک شرایط خوب، مثال دارای خانش کنید، دارای اونچه که برای روزگار لازم است با اونم مثال صاحبش گردانید، بعدا مرحمت با او شما حیاتانه بردن بگیرید. این خیلی نیست که مثال گویم زن یکم از زن دویم بالاتر یا زن دویم از زن یکم بالاتر، نه همش زنن. این است که مثال در گردن تو از خود زن یکم باشد، خود سیم باشد، خود یکم باشد، همش یک خیل حق دارد. ولی مثال مرد باید که یک روز در خانه این باشد و یک روز در خانه این، نه، اینش غیر امکان است. اینش در شریعت هم تاکید نآمده است که مثال مرد یک روز در اینجا باشد، یک روز در اونجا، یک شب با اینش باشد، یک شب با اونش باشد. اینش در شریعت تاکید هم نیست، خبرش هم آمدگی نیست. ولی باید ما وقتی که زن دویم و سیم گرفتیم حتمی از حال او حد اقل در یک هفته، مثال زن دویم حد اقل در یک هفته 2 بار از او خبرگیری شود، حد اقل 2 بار باید که خبرگیری شود. ولی این تاکید نیست که حتمی یک شب اونجا یک شب اینجا، حتمی مثال در خانه اینش که هر چی خریدی باید در خانه و هم ایره خرید، نه، فقط نگاه و بین رفت و آمد باید که در بین این دو زن باشد. برادر عزیز و گرامی، اینش تاکید نیست. ولی بسیاری خواهرای ما با ما در تلفن گپ میزنند، بسیاری هم تا گوییم که غضبناک هستند که آخه شریعت میگه یک شب اینجا باشه باید یک شب اینجا. نه، شریعت ایره گفتگی نیست. شریعت نمیگه یک شب اینجا و یک شب اونجا. خب اگر پیش زن دویمش 3 روزم بهتر، 4 روزم بهتر، 5 روزم بهتر، اگر یک شبم پیش تو بیاید جایزه، درست است. مثلا وای گناهکار نمیشود، ما نمیگیم وای گناهکار میشد، ولی این قدر خبر میتیم که تسید از حال زن دویم هم خبر بگیر. خدا را شکر که وای صاحب خانه کرد، خدا را شکر که مثال برای تو همه امکانات ها را فراهم کرد. همه اینا هم ان شاء الله جای سپاسگزاری. السلام علیکم دامنای عزیز حاجی مرزا. بعدی سلام، من یک مخلصی شما 2 سوال دارم. سوال من همین که مولای ما در وقت نماز شام را اذان دادن میگوید که اذان را گفتی، دعای اذان را ناگفته از جایت قامت گفتی بیا. اصلا اذان شام که گفتی بعد اذان شام دعای بعد اذان خوانین، آمده صفحه را راست کنین، قامت را گوین، نماز خوانین. راه درست و خوبش همین. بله بعضی ما و شما در صفحه هم اهمیت نمیدیم، همین درو نیت میکنین خواندن میگیریم. صفحه را راست کنین، صفحه را پر سازین، جای کاواکی در صفحاتون نباشد که حتی عباره های مختصر را میگوید که هر صفحه که اگر جای یک نفر باشد و از پس بودگی همون جا را پر نکردن نماز خواند، از ثواب نمازش محروم است. برای همین صفحه را شما پر کنین. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند چگونه ای که من پیش میبینم همچنان پس هم میبینم. و در بین شما وقتی صفحه شما کاواک است، شیطان به منزله برچه در صفحه شما چیکار میکند؟ داخل میشود.
و شما را وسواس میکند، از دل شما مهر و محبت عبادت خدا را دور میکند. به این خاطر شما صفاتون را پر کنین، پهلواتون در جای خالی نباشد، پیشکای پاتون را نگاه کنین صفا راست شد، مؤذن قامت گوید. ببینید حبیب خدا صف به صف میگشتن، حتی عصایی که در دست داشتن شکم پیش بودگی را قفا میکردن، اینقدر در صفا اهمیت میدادن و میگفتن هر صفی که کج باشد خدا همون صف دلش کج میگرداند. برای این صفاتون را راست کنین برادر عزیز، پیشای پاتون را نگاه کنین، برابری صف اهمیت دهین. بعدا مؤذن قامت گوید و امام شروع در نماز. سوال میگویند که کسی با سوال مولای ما میگوید که کسی که با گپ من نکند، من او را در 5 نماز در وقت نماز نیت کرده از جماعت خارجش میکنم. اگه مسجد خانه مولا نیست آخر، مثلا این مسجد از حاضر من کسی را حق ندارم که از مسجد بیرون. اگر چه بینید مسجد کلان هر گونه شخص در اینجا هست، هر خیل انسان ها در این داخل جمع آمدی ما و شما حضور دارند. برای همین ما حق نداریم. حتی اینجا شخصی هستید باور که سخن ما را گوش کردن نمیخواهد، یکی ما حق نداریم که گوییم که تو که دشمنی مایی و سخن ما را گوش کردن نمیخواهی، برای از مسجد اینجا حق نداریم. برای همین کسی حق ندارد که از نماز مقصد پیش کردن خانهش باشد میلش، انا خانه تا که باشد کسی نباشد از خانه پیشش که حق داری، لیکن در مسجد حق ندارد. سوال: ما در روز عید رمضان به مسجدهای جامع می رویم، همراه ما او دیگر گپ نمی زند. خیمیلش گپ نزد، آخی گپ نزد یگان گویم تو کمبغل نمی شوی یا غلام او نمی شوی. برای مسجد رفتن شما که اون ناراضی باشد، اگه خدا خیرش دهد، خدا ایمانش دهد، خدا هدایتش کند. ما دوست داریم که شما در مسجدهای جامع نماز خوانید، ما جانب داریم که شما مسجدهای جامع روید، ما دوست داریم که هر جا که سخن خدا گفته می شود شما پاتون در همونجا مولید. خیال ما، فکر ما این است، عقیده ما این است. اینجا یک نفر از ما رفته در دیگر مسجد خواند و من مثال او را مانع شدم که تو باید اونجا رفتی، من همراه تو قهری کردم، این یک ابلهی من نشان میدهد. بله این خیلی انسان های کنزین هم بسیار است، لیکن دادرای عزیز شما اینجا قشلاق هم گفت از کدام قشلاق هست من نمیخوانم. برای همین باکی ندارد دادر عزیز گپ زند، گپ زدن گیرید، گپ نزندم خدا خواهد شما در پیشگاه خدا یک ذره گناهگار نیستیم. شما رفته مسجدهای جامع در نمازاتون خواندن گیرید. پای مثال گویم این خیل شخصان نشوید. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی مرزا، ما مخلصان اشدی شما. دیروز در تلویزیون اعلان شد که در سال 2014 آفتاب می پراید و در سال 2019 دنیا به آخر می رسد. آیا این درست است؟ التماس جواب این را به ما پوره گردانید. برادر عزیز و گرامی، راستی بار اگر تو در مجله هم اعلان شود، اگر تمامی سران دنیا اگر با همراهی تمام شیخ و مولوی ها اگر برآمد کنند و گویند که 2014 یا 2019 دنیا به آخر میرسد، در عوض سخن اونها تو خنده کن و به سوی خدا توبه کن. تو خنده کن که اینا ابله هستند، اینا کسانی هستند که علم ندارن، فهمش ندارن، اینا از جمله آن شخصانی هستند که راه درست گم کردگی هستند. تو خنده به معنای کن که خدا را شکر بگو که تو را از جمله همین گمراه ها نگردانید. برادر عزیز و گرامی، علم غیب را کس نمیداند و جز پروردگار. ببینید آخر عادی ترین سخنهای بزرگای من آیتهای قرآن برای شما میارم. سخنهای بزرگای ما را شما گوش کنید که چقدر عادی بیان کنید. علم غیب را کس نمیداند و جز پروردگار.
هر کی میگوید که میدانم از او باور مدار. علم غیب به جز پروردگار کسی نمیداند، نمیداند کسی. حتی گوید که میدانم، ادعا داری عزیز من میدانم، من فلانیم، تو بگو نمیدانی، تو دروغ میگویی، باورش نکن. اگرچه در صورت ملاگی هم باشد، اگر در صورت شیخی هم باشد، اگر در صورت گویم که غیر اینها هم که باشد، شما باور نسازین دادرای عزیز. در باور اینها شما به نهایت در جان خودتان جبر میکنید. بزرگای ما میگه، حتی کی را نگاه کردم خدا خیرش دهد، علامه سربازی را، محمد عمر سربازی، سر گفته است کسی که اگر سخن همو فالبین یا سخن جادوگری را گوش میکند و میگوید راست گفتی، حتی حضرت گفتن قسم به بزرگی پروردگار تو خانه حلال نداری، تو خانه حلال نداری اگر گویی راست گفتی. یا اگر همین سخنی که همینا گفتن 2019 دنیا با پایان میرسد، تو اگر گویی که راست میگوید تو ایمان نداری دیگر. زیرا پروردگار هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. این پروردگار در سوره حشر چه زیبا بیان میکنه، من هستم آن پروردگاری که حق عبادت دارد، من هستم آن خدایی که تعظیم لایق من است، سجده لایق من است، ترسیدن لایق من است، منم آن پروردگار. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم. ای واعظا، ای پیغمبرا، برای مردم اعلام کنید که یگانه ذاتی که غیب میداند این الله است، او رحمان الرحیم است. ببین الله بیان، من هستم آن پروردگاری که غیب میدانم، به جز من کسی غیب نمیداند. الله بیان دارد. برای چی؟ خدا خیرش دهد صاحب تفسیر روح البیان هم در زیر این آیات های قرآن آوردن، هر کی سازد قول فالبین را قبول، در حقیقت کافر است و لا قبول. ببینید سخن فالبین قبول کردی، برای گرمی و خنکی پیش فالبین رفتی، برای کشایش کاش پیش فالبین رفتی، از او کاغذ و از او نوشتجات گرفتی، از او مویز بردی و چای بردی و برای گرم کردن دل خسور و دل خوشتامن و دل شوهر و یا برای یگان بدبختی دیگر رفتی پیش وی، از او این مصلحت ها را گرفتی. ترا صاحب تفسیر روح البیان میگوید که در حقیقت کافر است و لا قبول. تو همون زمانی که پاگه در او در آمدی تو ایمان نداشتی دیگر، تو نیت خانه او کردن تو علکه به ایمان شدی. برادر عزیز و گرامی، آخه عقل تا خورده تو. کافر است و لا قبول، هم کافر هم لا قبول، نه جمعت قبوله، نه روزت قبوله، نه خیر احسانت قبوله. هر کی سازد قول فالبین را قبول، در حقیقت کافر است و لا قبول. یا کنی، ببین، یا کنی تصدیق، ببین تصدیق چیه؟ باور کردن. یا کنی تصدیق قول فالبین، یا کنی دشنام رب العالمین. برادر عزیز، آخه غیب باور کردن، فالبین باور کردن برابر است که الله را تو دشنام دادی. تو میدانی الله را دشنام دادن با تمامی مذاهب و با تمامی گویم که شریعت ما و شما انسان از دین بیگانه میشود. الله را دشنام دادن این زبان نمیگردد ما این جمله را تکرار کنیم که الله را دشنام دادن. یک صحابه را دشنام دادن، پیغمبر را دشنام دادن، عالم را دشنام دادن، انسان را بیدین کند، الله را دشنام دادن چی میشود؟ از این خاطر برادر عزیز، این غیب الله میداند. باز میگویم تمام سران دنیا با تمام دانشمندها با تمام عالمهاش اعلام کنند که
فلان فلاکت در فلان ملک میاد، باور نکن دادر عزیز. خدا میگوید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد. سوره جن آیت 26. پروردگار میگوید هیچ کس را بر غیب خود آگاه نکردم. ببین عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد. ای بندگان من بر غیب خود احد را آگاه نکردم، کسی را از علم غیب تعلیم ندادم و خبردار نکردم. شما برای باز مکملتر، برای مفصلتر اگر خواننده باشین دادار عزیز، شما سوره انعام آیت 59، سوره نمل آیت 65 هم تماشا کنید که چگونه پروردگار حتی میگوید من نه در آسمان نه در زمین کسی حیات باشد علم غیب ندادم. در سوره نمل. برای همین دادر عزیز شما هیچ وقت به پیش کسی از جادوگرها قدم نزنین، فالبین ها در قدم نزنین. روی کتاب کشاست دروغ میگه. کنی او کتابی که روی کتاب میکشایه مثل اما افسانه‌ای که آینه جهان نما داشت جادوگر، یک جادوگر پیش یک آینه جهان نما داره، همین دنیا را گویا تماشا داره. یا هم کردن شما را گویا که همه در پیش اونهاست. یا همین وعیدها را قبول داری یا نمیترسی، مرحمت رفتن بگیر. از من مسئولیت بود رسانیدم، آن چیزی که خدا و رسول گفت من به گوش تو رسانیدم، دیگر اون جانبش به تو حواله دادر عزیز. اگر از این قدر وعید، از این قدر تهدید نترسی، پس اختیار کردن بگیر. کدام راهی را که میگیری دیگر ما به تو کاری نداریم. اینجا یک چیزی دیگر را من خواستم برای شما رسانم. همون یک هفته پیش دادر عزیز، کدام شما اگر احترام میکنین، اخلاص دارین، خداوند شما را در حفظ امانش نگه دارد. ما وقتی در دوشنبه بودیم، ما را یک برادر گفتن که از نام شما یک نفر از ما آمده از همین دکان ما 500 سامانی گرفت و گفت که ما همون قدردانای حاجی مرزاییم. اگر مثال تو باور نکنی این مرحمت تلفن کردن بگیر. همون یک رقمی که کار نمیکرد همون رقم پیشنهاد کرده است. تمام به همون 500 سامان اون بیچاره را گرفته است و نام حاجی مرزا را استفاده برده. دیگه بعدا وقتی که ما رفتیم اون کس این دفعه زدن خیلی به خدا ناراحت شد. برادر عزیز و گرامی، خواهش از شما اگر کسی پیش شما می آید از نام ما گپ می زند، من دوست می دارم که شما گویین که رفته خود حاجی مرزا را بیار، یا ما با حاجی مرزا مصلحت میکنیم. اگر گوید میلش از دستمون آمد کار تبود میکنیم، اگر نه آمد میلش آقای حاجی مرزا یا بنده خدا آیاته. برای همین دادر عزیز از هر یک حالت امروز استفاده میبرند. شما دیده بودین که حتی در داخل دیس عقیده های نادرست یا عقیده های گوییم که آن عقیده که در من نیست در داخل دیس جای کردگی، صورت ما در پشت زدگی مردم را میفروشند. وقتی انسان نفهمد نداند گوش میکرد میگه خیر ما حاجی مرزا. ببینید میگه حاجی مرزا چی گفته است. یک قصهش برای شما بیان کردم. در همین خود ناحیه های اسکولا تلفن کردن در بین قوم بلند ماندگی تلفن الله خیر السلام علیکم اکای حاجی مرزا خوبی و ایو طرف بله خوبم نازم شکر. همین تراویح 8 رکعت یا 20 رکعت ماه رمضان بود. ایو جو حاجی مرزا کدام حاجی مرزای باشه از نام ما استفاده بود. اونا گفتن 8 رکعت. اوکی امام ما 20 میخونه و امام شما رحکم زدگی 8 خونید. تمام گوش کردین کش تلفن به همین مردم در تشویش انداخته. این حاجی مرزا
مسکو به نام خدا سویتسکی رفتم. این اولی برادرها خدا خیرشان دهد، بسیار بچهای خوب. من بار اول هم کنگرد رفتم. وقتی در معرکه اشتراک کردم قریب یک 10 نفر بچه ها از روسیه آمده بودند. حاضرم هستند نوکی با یک معرکه شما در دوشنبه گذرانیدند. اونا گفتند در خانه ما آمدن چند نفره و طرف ما گفتند که تراویح 8 رکعت است. میگه دوکی نه ما 20 میخوانیم. اخی پرسیدند همین ملا کامش در اخلاص دارین؟ بعد میگه گفتند خیلی حاجی مرزا ده. خیلی حاجی مرزا باشه و ای ما اخی او در فکر ما ای. این مرحمت پیوست کنیم. بعد میگه پیوست کنیم خدا را شکر که تلفن تا گرفتی. ما همونجا که ردشون کردیم میگه بعد از خانه پیششون کردیم. یعنی آدما از هر حالت استفاده میبرند دادر عزیز. برای همین بسیار هوشیار باشید. بسیار امروز عجیب کتاب ها هست. یک کتاب چاپ میکنن در پشتش می نویسن مذهب امام ابو حنیفه، در درونش تماما دیگر گپ هست. همه ای راه را استفاده میبرند. شما هوشیار باشید. هر چیزی که میخوانید، هر چیزی که میخواین فهمید کورس این دادر عزیز. کاکو بیچاره 500 سامان کمو گردونده دادیم. هر چی که بیچاره را خواستیم که گیرد نگرفت ما از ما 500 سامان بیچاره ضرر کرد. برای بفهمی خودش، برای نادرست رعایت کردن خودش. اینجا من هم گناهکار نیستم که آدم تحقیق میکند، آدم میپرسد. خب السلام علیکم اکای دامله حاجی مرزا، به عدد رحمت خدا بر شما باد. شما گفته بودید که زنها لباس تنگ نپوشند تا خطرهای جدی دارد. راست گفتید. اگر جوانها پسرها امروز لباس تنگ میپوشند این یگان خطر ندارد؟ جوابش را خواهش گردانید. خدا حافظ. ولی ما چگونه بیان کرده بودیم که دخترها لباسهای تنگ نپوشند، لباسهایی که همه اعضاهای اونها را نمایان میکند خطری دارد که خطرش امروز همگان حس کردند. ضررهای او الکه همگیش ظاهر شدند. چه مشکلات و چه مشقت‌های در اکثر خاندان پیدا شدگی است. شاید این صحبت من دارم کسایی که از پوشیدن لباس تنگ آزار و آسیب دیدن، اونا به این سخنها، به قدر این سخنها میرسند. لیکن جوانای عزیز شما هم در لباسهای تنگ پوشیدن اجازت نیست. ولی بعضی جوانا را ببینید مثال لباسهای میپوشند که راستی بار چگونه ای که همون نمودی گویم باطنی زنها ظاهر میشود، از شما هم مثل همون است. شما هم یه لباسهای پوشین که همون اعضاهای شما هم نمایان نباشند. طرز لباس پوشین حبیب خدا احسنوا لباسکم، شما لباس ها را زیبا کنید، لباس های زیبا پوشید. بعضی ها ما ببینید امروز جوانات تا اندازه آمدن که لباس های دارن که همون در پس انسان از قسم دنبه او سر نویسندگی است. در پس دنبش یا سشیا یا انگلیا همون را پوشیده گشته است. همین عیب نیست داری عزیز. همگی پسی تو خوانده استن همون را یا از پیشی تو میخوانن یا هر گونه صورتهای به معنی که در کرتهای شما در بروکهای شما هستند. همین درست است. و لباساتون هم با معنی کنین داده را. لباسهای پوشین که مقصد آدم توجه نکند، به سوی خودش توجه نکند، توجه دیگران را نگیرد. خب دوم، من یک حافظ تویگرد بودم، الحال کسبم را عوض کردم. الحال یک باغ را خریدم، با این باغ و زمین سر و کار دارم. در حقم دعا کنید، خدا نگهدار دارد. این برادری ما هم مقصد دستی به زمین زدن، دستی به باغ کاری زدن. مقصد از حافظی تویگردی یکان خلاصه برآوردن که اینقدر زنها و مردها را یک جایه میکنیم، پرورش میکنیم. همین شو
کسایی که در همه اطرافای ما زندگی داشت، همین آوازی که تا ساعتهای 10 شب بود، اگه خیلی گویم جای تأسف است برادر عزیز. همون خانه شما هست آخر، همون خانه یکی از شما هست، همون شما میتوانید که خیلی پسترک میلش خواهیشتان هست، میلتان هست، خواهش دخترت هست، خواهش بچت هست، همون را پستر همون دایره خانه دکنیم بس است آخر. اون کدام انسانی بود که باور کنیم اون آدم هوشیار نبود، خود همون سراینده هوشیار نبود. اون سخنهایی که او میگفت، ما امشب برادرها همراه ما بودن خانه ده، مهمانها در خانه بودن. ای به دادر عزیز، او در همون جا چی خوانده است؟ خطوبه. ای به نام خدا، ای با همون چیزی اندیست که اکل خطوبه آخی چی بلا هست؟ ای بسه به نام خدا. همین ها را گوش کردن در همین زمان ما با همین عقل و فراست به خدای خنداور نیست که ما را باید در تشویش بیارد، ما را در غم بیارد که آخی چی است این خطوبهش چی معنی دارد؟ همون پرسیمش کن از همون چی فایده میگیریم ما؟ چی فایده است؟ اینا گوش کردی چی منفعت بردی؟ همین شب همی و صدا داد یک دانه گل دو دانه، اناری دانه دانه. اینا شعر، اینا پند. دوامش دا گفت اکو مایرا من نمیدونم کی باشه، نام مایرا ما گرفت. او هم عروس خانه بود یا اون مایرام یگان رقاصش بود. ای مایرام بوسه زنم لب دهانی تره. به نام خدا عیب، شرم، گناه، غضب خدا. این چی میدید؟ همین روز کینه ها برای ما و شما چی داریستن؟ همین کینه های کشتار. او روز یک برادر سوار کردیم از دنگره تا کلاب آمد، بچه های جوان اینا در واسه شده، بچه های جوان کودک ها را کشتن، یک دیگرش کشتن. تأثیرش وقتی من پرسیدم برای چی کردن، گفتین همین کینه ها را دیدن، طرز کشتن و زدن همین را ساده بود. یا در دنگره یک بچه سیفی دو را یک آدمی کلان کشتن. همین آفت ها از دیدن، از همین شنیدن است. آخی تو رفتی در همون معرکت را دعوت کردن، حرمتت کردن، آخر یک چیزی نمیخوانی که مردم استفاده برن، یک چیزی نمیگویی که مردم از او بهبودی در او برو شود. بسیار علم آوردی، برای همین دادر عزیز بسیار کاری خوب کردی. خدا خیر دهد، خدا باخت آباد کند، خدا با این باخت سیر حاصل کنه و خداوند این گونه فکر و این گونه نیت نیکی که کردی، خدا با این نیت و با این فکر تر ابدی نگه دارد. و خدای مهربان این گونه نافهمی ها و این گونه جهالت خدا از ذهن تمام بندگان دور بگردان. بنده ها را خدای با مدنیت و با فرهنگ و با معرفت بگردانی. آمین یا رب العالمین. ای خدای. السلام علیکم دوملا. در مسجد ما مؤذنی هست که اینجا که نمیدانم ایده چه خیلی من خانو اینم قشلاقش هست، های قشلاقش نمیخوانم. مؤذن گفته همون شخص اذان میدهد، هم میدانید شخصی که اذان میدهد. این برادر نویسنده است که آشکارا مثال بنگ میزند همین مؤذن من. خب عرق هم می نوشد، باز آمده مقصد در ما اذان میگوید، با اذان همین ما نماز خوانیم یا میخوانیم. یک بابی هست در باب همین عرق نوش ها، منذری در ترغیب و الترهیب
خیلی حدیث های زیاد جمع آوری کرده است که حبیب خدا گفته بوده است من شرب الخمر خرج نور الایمان من جوفه من شرب الخمر لم يرض الله عنه 40 لیلة و صباحا. حبیب خدا گفته بوده است هر کسی که عرق را نوشید نور ایمان از وجود او بیرون می شود. هر کسی که عرق را نوشید خداوند 40 شب و 40 روز از او بنده راضی نیست. اگه شما تصور کنید که حالتی که منگ میزند حالت عرق می نوشد می آید یک بنده که الله از او راضی نیست و اذان می دهد. اگه خدا هدایت کند او را، ولیکن من حیرتی می شوم که در همین یک قشلاق کلان نخواه بغیر همین بنگی و همین پیونسکه یگان آدم دیگر نباشد، نخواه نباشد. شما چه قومین؟ اینجا جای محاکمه خود قوم می رود، اون کس نه آخر. و شما چه سردارها دارین، چه شما امام ها دارین، چه قومین که یک آدمی که آشکارا می بینین یا همچنان می آید از آن می گوید و شما نماز می خونید. اینجا عیب شماست برادر عزیز. این گونه شخص باید اذان دهنده نباشد، این گونه شخص باید امام نباشد. اینجا گناهکاری از شما خودتان برادر عزیز بگیرون رفتن مصلحت کنین قطعی قومتان، آدمای با صلاحیت و تازه و پاک امام و مؤذن گذارین و نمازاتون خوانین. این که در گناههای خودش پیشگاه خدا در جوابگر است، لیکن شما هم جوابگرین تا زمانی که او اذان گوید و شما با اذان او نماز خوانید. شما هم گناهکارین. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه مخلصان اشدی شما از ناحیه فرخار. خیلی این 3 سوال بوده است، وقتم تمام شده است. خدا خواهد من انشاءالله اینجا سوالاشم از برادرای فرخار چند سوال روی هم جمعه آینده قصه همون 3 شخصی که در غار رفته بودند خدا خواهد در حضور مهمان ها حکایه میکنم که اونجا اطراف زنا سخن زیاد می رود و اطراف ظلم و خیانت سخن زیاد می رود و اطراف احترام پدر سخن زیاد می رود. زیرا این 3 نفر اطراف همین 3 قصه چرخ می زنند و همین ها سبب می شود و اونا از غار خلاص می شود. خدا خواهد باز من مفصلتر برای شما جمعه آینده خدا وقت